پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز که رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند روز 9 ایون سال 2023 با تکیه به دست کم 4 منبع آگاه از ماموریت ولایت مختار کوهستان بدخشان و بنیاد آقاخان خبر داد که مهمانخانه سیرین در شهر خورخ مرکز این ولایت که قبلا به بنیاد آقاخان قرار داشت فعلا الکی در دست حکومت ولایت قرار دارد. دست کم 4 منبع آگاه از ماموریت ولایت مختار کوهستان بدخشان و بنیاد آقاخان خبر را تصدیق کردند. سبب چنین تصمیم را این منبع ها گویا در وقتش نادرست خصوصی گردانده شدن این انشاءات را نام بردند. در حال حاضر این بنا به یک صاحبکار به نام علیشیر که زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده در ولایت سوخت زندگی میکند داده شده است، گفته می شود در خبر پامیر دیلی نیوز. مقامات رسمی این منطقه مختار واقع در شرق تاجیکستان و دیگر نهادهای رسمی جمهوری تا کنون خبری به فایده دولت مصادره شدن این مهمانخانه مربوط به آقاخان را شرح ندادند. مهمانخانه خرد سیرین در یک موضع کوهی در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان جایگیر شده با سبک خانه پامیری زینت داده شده است. این مهمانخانه برای سیاحان سرشماری که به تماشای پامیر میآیند همچنین برای گذراندن توی‌ها و جمامت‌ها یک مکان جذاب به شمار می رود. مهمانخانه سیرین به شبکه شرکت شویچاری سیرین توریسم پروموشن سرویس SA بود. این شرکت به بنیاد رشد اقتصادی آقاخان تعلق داشت. سیرین توریسم پروموشن سرویس مالک برند سیرین بوده. شبکه مهمانخانه ها را با این نام و برند در چندین کشور در گوشه‌های گوناگون دنیا از جمله در افریقای شرقی، کنیا، تانزانیا، زنجبار، رواندا، کنگو و اوگاندا، در کشورهای دیگر افریقایی، موزامبیک و همچنین در آسیای جنوبی و مرکزی، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان اداره می‌کند. شاهزاده کریم آقاخان چهارم که 85 سال دارد، رهبر روحانی اسماعیلی‌های تمام جهان از جمله اکثر ساکنان و زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان می باشد. آقاخان همچنین توسط ساختارهای خود چندین بنیاد بزرگ کمک‌های خیریه، نهادهای تعلیمی و آموزشی و تجارت‌های زیادی را رهبری می‌کند. ساختارهای آقاخان در تاجیکستان از جمله تجارت‌های بزرگ چون شرکت مبیلی اتصال، اولین بانک مالیوی خرد، نیروگاه پامیر 1 و مهمانخانه سیرین در دوشنبه و خورخ اداره می‌کنند. مهمانخانه سیرین اگر خبر دولتی کردنش تصدیق شود از شمار مؤسسه‌های تجارتی آقاخان کم شده الکی 2.5 انشاءات بنیاد آقاخان است که از جانب مقامات تاجیکستان پس گرفته می شود. ماه آگوست سال 2022 خبر آمده بود که پارک شهر خورخ را که قریب 20 سال باز در اختیار بنیاد آقاخان قرار داشت نیز به فایده دولت مصادره کردند. تا یک سال گذشته بعد سرکوب اعتراضها در بدخشان ساختارهای گوناگون مربوط به آقاخان در این ولایت مختار در عموم در تاجیکستان به فشار جدی از جانب مقامات دچار شدند و در پی پارک خورخ و مهمانخانه سیرین در مرکز بدخشان خوف دولتی کردن دیگر ساختارهای تجارتی آقاخان در تاجیکستان نیز وجود دارد.